ما تاجیکا در گپ که میگن که تو حق نداری که کافر را کافر گویی استاد. مثال همین در تاجیکا ما گپ میگه تو حق نداری که کافر را کافر گویی. آیا کافر را کافر گفتن ممکنه استاد؟ کافر دیگه زم مسلمان نمیگوید که آخر کافر چی میگوید؟ کافر گوش کنید مسلمان نه اما کافر آخر ما نصرانی ها یا بت پرست و زردشت مسلمان نمیگوییم که آخر بت پرست میگویید، مشرک میگویید، یهود، نصرانی وای چه مسلمان گوییم آخر همین خیلی این بعضی ها افراط و تفرید دارند در این مسئله. بعضی ها مسلمان هم کافر میگن، بعضی ها کافر هم مسلمان میگن. این کار نادرست است. استاد جان یا مسئله بگو مسئله چی مسئله؟ خیر استاد همینجا بین هم برادرها در یک همون بلاگر ایرانی استاد تحقیر و همین قرآن و تحقیر و الله سبحانه و تعالی میکنه کفری و ثابت های او کافی های استاد مثلا مسخره میکنه استاد کافی های مسخره میکنه و استاد ما میگیم که هر کسی که همون را نصرت میکنه مثال دعوت تحقیشت میکنه یکون کامنتر خوب بیننشه او را همون درجه و چه استاد پیشگاه الله سبحانه و تعالی هر کسی که همون نصرت میکنه استاد اونای بله البته این کار کردن نادرست است لیکن بعضی نوارهای من دیدم بعضی برادرها به من پرتافتن که مسلمان ها و بچه های دیندار همین نوار به کلاس مانده هم گفته و از کانال ما هم بعضی کارمندا کلاس ماندگی بود است و گفتم آخر تو اینا گوش کن این یک فرقه بعد یک عملی بیزیب کرده ایستاده است یعنی وقتی تو کلاس میمونی همین ویدیو ریواج مییابد تا اینکه مردم همین عملی بیزیب بینن به چشمشون که ببینن که این طایفه مردم چقدر بی‌آداب و چقدر بی‌تمیز و بی‌فهم هستند تا اینکه دانن حقیقتشون آشکار شود یعنی به این معنا یعنی من اون قرآن مسخره کردگی نمیگم دیگر چیز در نظر دارم ویدیوی بد است و به کلاس ماندگی به معنای چی؟ به معنای اینکه مردم بینن او چه خیلی که میگن که ادب از که آموختی از بی ادبان هر چیزی که اونا کردن ما نکردیم یعنی به معنای این دیگر مسئله من گفته استودیم با تاکید میکنم با نگیرد یکون کس که قرآن حقارت کردگی کلاس مان گفته من دیگر چیز در نظر دارم فقط اومدی گپ یک بار اون مسئله هم گفته استودیم که مثلا زنجیر زنی و لای مالی میکنن ببینید که یعنی این چی عقل و چی فراست همین یک آدمی بیدین بیند یا دین بد بینا بیند میاد که این مسلمان ها این کارا این دیگه از اسلام از این کارا بیزار است این از اسلام نیست این کارا با بدن لای مالدن و با شمشیر زدن یا با زنجیر زدن و همین چیزهای بعضی برادرها کلاس موندیان یعنی به معنای که ببینید که اینا تا کدام درجه بی‌تمیز و بی‌فهم و بی‌عقل هستند به همین معنا است نه به معنای قوت دادن و ریواج دادنی مذهبی اونها فهمید اما این آدم‌هایی که عملی کفر میکنن مانند سوزانیدن قرآن این کارهای یعنی که ریواج دادن در کار نیست